هفته خبر تو خبر داره براتون از اوضاع قمر در عقرب نظام ولایت و شیخ فری ترسون و هراسونی که اومد مصاحبه کنه تا به خیال خودش اوضاع جمع و جور بشه، اما طبق معمول کله ملق زد. اصلا اساس برنامه ما، قولی که ما به مردم دادیم از اول دولت 12 امنیت بوده، آرامش بوده، آزادی بوده، پیشرفت بوده. ما پای این قولی که در انتخابات به مردم دادیم پایش ایستادیم. یکی از اونها مسئله آرامش هست. ما میخوایم جامعه آرام باشه، ما میخوایم زندگی مردم زندگی راحتی باشه، ما نمیخوایم در کشور ناامنی باشه. حالا شیخ فری در حالی داره این قمپوزا رو در میکنه که دعوا بر سر برجام همچنان ادامه داره و مهره‌های ریز و درشت دلواپس و دلارام میشیرن و بلند میشن و استخون همدیگه رو میجوند. طرفدارای روحانی میگن ای جانم برجام. من میگم مثلا وظیفه برجام این نبوده که به اعتماد بین آمریکا و ایران با آمریکا به ایران رو برقرار بکنه، یا برجام قرار نبوده که همه مشکلات اقتصادی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو حل بکنه. برجام از اون یکی از در حقیقت قابل دفاع ترین کار تو عرصه دیپلماسی از ابتدای ایران تا الانه. یعنی من فقط تو جمهوری اسلامی هم نمیخوام بگم. از اون طرف نوچه های عظما هم دست به کار شدن و رفتن تو فاز مالوندن برجام. این که میگن به آمریکا اعتماد نداشتیم و فلان، داشتید. امضای کری تضمین است. اون موقع چرا از این حرفا نمیزدید آقای رحمانیان؟ اون موقع که میگفتید چقدر 2500 میلیون دلار از تأخیر برجام ضرر کردیم. این پولا کجاست الان؟ پیروزی بدون جنگ. پیروزی بدون جنگ میدونید عبارت کیه آقای رحمانیان؟ پیروزی بدون جنگ عبارت آقای برژینسکی بعد از اینکه شوروی فروپاشید. کی پیروز شده بدون جنگ؟ عبارت آقای برژینسکی رو برداشتید تیتر روزنامه شرق کردید. بعد هم یه فیلم از مم جواد ظریف رو کردن که جلوی البرادعی بند رو آب میده و زیرا به جناح رقیب رو اینطوری میزنه. Voters. Iran's next round of elections was imminent. A lot of candidates in the election could benefit from us losing this, yeah, I know this that. negotiation. I know that. Both Europeans, as well as the negotiators, have lost credibility in Iran. It's not a problem of confidence on their side. It's a problem of confidence on our side, as well as confidence in our own sort of credibility at home. وقتی کار به اینجا رسید، تیویریش هم جشن 2 سالگی برجام رو اینطوری به سخره گرفت. جشن تولد دعوتی. جشن کی؟ تشریف میاری؟ بله. شادی باشه میام. گریه و غم باشه نمیام. برای شادی میام. جشن تولد 2 سالگی برجامه. نه نمیام. چرا؟ یه برجام 2 سال سرش بزن به کوبه. چه فایده ای داره واسه؟ بله، خلاصه ای که شیخ فری خیز برجام رو برداشت، اما وسط راه به این روز افتاد. این گوریل گروگانگیر رو هم آوردن توی تلویزیون تا به عنوان کارشناس بگه که تحریما هست و نیست نظام رو داره به فنا میده. این نهادهای نظامی میرن وسط، جاهای دیگه کشور متصل میشن به این نهادهای نظامی و بعد این قابلیت ایجاد میشه که کل کشور بره زیر تحریم در عمل. یعنی قبل از برجام، زمانی که قانون تحریم جدید میومد، سوالی که ما باید پاسخ میدادیم این هستش که کجاها دارن تحریم میشن. بعد از برجام توی این قانون جدید سوال این هستش که کجا تحریم نمیشه. بله دیگه، باد تغییر که بوزه عبام و عمامه ولایت برباد میره. این هم یک کارشناس مشنگ
که آب پاکی رو میریزه رو دست بسیجی‌ها و به همشون میگه کار از کار گذشته و هیچی کف دستمون نمیذارن. شما وقتی نشستید پای میز مذاکره، اتفاقی که در عمل افتاد چی بود؟ گفتن ببینیم شما کجاها زور تولید کردید، کجاها قدرت تولید کردید. یکی یکیشو گرفتن. امروز ما با آمریکا میگیم چرا تعهدات عمل نمی‌کنیم، ولی میدانیم که به اصطلاح خرش از پل گذشته. خب ما همه تعهداتمون عمل کردیم و تمام شده. او چیزی از ما نمیخواد که چیزی به ما بده. خلاصه این که شوت برجام برگشت به سمت دروازه خود عثمان. یادی هم بکنیم از این دایناسور عمامه‌دار یعنی آخوند تمساح که اینجوری با جناح رقیب تصفیه حساب میکنه. عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت. ارزش های خدا را یادتون نرید. برای چی انقلاب کرده؟ امام برای چی انقلاب کرد؟ مردم برای چی این همه کشته دادن؟ برای اینکه نورشون ارزون بشه؟ این هم خالی بندی مدل 2018 به سبک سخنگوی شورای نگهبان. بودجه شورای نگهبان برای پالایش پرونده ها هستش در بحث نظارت، برای ساماندهی شبکه نظارت هستش. در طول سال ما این پرونده ها باید بازبینی بشه، کارهای زیاد داریم، ناظرین باید آموزش ببینن. دفاتری که از سال 79 با فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفت، بحث مرکز تحقیقاتی که شورای نگهبان داره، همه اینها هست. ولی کل بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول تو جیبی های برخی از مسئولینه. امام امت که یه روزی میخواست امپراتوری اسلامی درست کنه، حالا ببینید وضعیت بیت خودش چجوری است. ما نمیگیم، خودشون میگن. به نظرم الان بیت امام خمینی یک بیت کاملا ضد انقلابی است. دشمن موفق شده که عناصر بیت امام خمینی رو به ضدیت با ارزش‌های امام خمینی بکشونه. الان سبک زندگی افراد بیت امام خمینی رحمت الله علیه عموماً، استثناء رو من میذارم کنار، عموماً دیگه سبک زندگی امام خمینی نیست، سبک زندگی مخالفان امام خمینی. الان نیروی انقلابی و آرمانگرا در مجموعه بیت امام خمینی به ندرت می‌بینید، حتی اونا منزوی میشن. این یکی مشنگم مثلا خواسته مدرن باشه، رفته تو کار روزخونی انگلیسی، اونم خطاب به ترامپ. Open your eyes and see. چشمانت رو باز کن و ببین. All of us are together under those pieces of the Almighty Allah. ما همه با هم هستیم در تحت توجهات حضرت باری تعالی. این هم یک کنسرت تو ایران تحت حاکمیت آخونداست که یک گروه موسیقی چینی رو آوردن. بعد ببینید طرح یا روسری یا توسری رو چطوری روی سن اجرا میکنن. باز هم اقتصاد مقاومتی و باز هم خودروی داخلی. سایپایی که با بوق زدن قفل درش باز میشه. این حاج آقا خیارشورم مثلا میخواد با نمک باشه، اما نتیجهش شده اعتراف به بیزاری مردم و جوانها از آخوندها. علی فوتبال آقا شده وابستگی. یه خانمی تهران 3 روز ناهار نخورده که تیمم باخته. خب ببازه، چه خبره بابا؟ من خودم فوتبال بازی کردم، نگوی کاشی چیه. زمان که من فوتبال بازی علی دایی به دنیا نیامده بود. من تمام ورزش‌ها رو بازی کردم غیر هندبال.
ما 1 متر و 30 سانت پلش طول پلش عرض 4 متر میپریدیم. انقدر من والیبال بازی کردم هنوزم پاسرم کاشانم. همیشه من آبشارکو بودم. آخه میگن شیخا به چه درد میخورن. شنا کونه وردی همه حال مریض شدم. این نیست که آقا کسی مثلا بگه حالا من زاهد باشم والیبال بازی نه. ولی من نباید وابسته گل باشم. در پایان توجه شما رو به یکی دیگه از اجراهای این هموطن شمالی جلب می‌کنیم که تو فضای مجازی کلی طرفدار داره.